خانه 2 اتاق و 1 تالار دارد. خانه میده است. خیلی خوب. برای ما هم خانه میده لازم است. اگر معقول شود خانه رو در حال گرفتنی هستیم. مرحمت، من خانه رو نشان میدم. نه لازم نیست، تشکر. اگر ممکن باشد ببینیم. مرحمت. معقول شد. می شود. خوب است. حاضر کمی مبلغ میدیم. فردا مبلغ امانت و همینجوره 2 ماه رو میاریم. شد. مبارک شود. تشکر. خیر، انشالله فردا باز وا میخوریم. خداحافظ. روز بخیر. روز بخیر. خواهش میکنم تلفنات رو بردار شرف. بردار شرف. خواهش میکنم شرف. بردار تلفن رو. آخر بردار. تلفن رو وقتی گفتم کنی به من ده وقت تو گفته استادم میده والله زمت رو ده کجا زنگ زده استاده کنی به من ده کار خوب شد. نباید هم خدمتگار رو یابد. دختر رو به راحت جابجا میکنیم. انشالله. کسی زنگ زده استاده است. الو بفرمایید. الو به من ده گفتم. خواهش میکنم ما زنگ زنم به کسی نمیگویم. بیهوده امید نکن. وقتت رو بیهوده نگذارم. انا با کسی گپ نمیزنی. به یگان جان نمیروی. فهمیدی؟ کی بود؟ نمیدونم. خاموش کرد. رقمم نبر اومد. وجدان نداری مگه؟ فرزندهایم برای انتظارن سر ده مرا بیروم. اوه از التجا کردنت دلگیر شدم. بهوده تولو نکن. نمیگذارم که از اینجا بروی. از یادت نبرور. من همچون دیگر مادرها برای خرسندی فرزندم کوشش کرده ایستادم. نبیرم تولد می شود. من به خاطر او همه را نصف میکنم. در اینجا چیکار میکنیم؟ بسیار سوال نده. حاضر من میروم. تو سری چند برکشین. من که آمدم زود ماشین رو ران. فهمیدی؟ شد؟ فهمیدم. چرا به تو رو کشتن خواست؟ نمیدونم برای چی. وقت چی میخواسته باشد؟ قطعا میآید. زندگی هم میبوده است. زندگی چی کار میکنید دیگه؟ از من نترسید. من شما رو دیگر نیت کشتن ندارم. برادر من هم چیزی نفهمیدم.
چرا این کارو کردنی شدی؟ از ما یکون خطاگیر دیدی مگر به حرمتی کردیم؟ نه تو گناه نداری. از بالا با من فرمان دادن. معقول نشد نکردم. کی فرمود ما را بکشی؟ کی؟ بگو برادر. اون نفر را جیغ میزنم، همراهش صحبت میکنم، میگویم که این کار را نمیکنم، کی بودن و چیکار بودنش را میفهمم. گاز را زیر کن زودتر. این خدا چیکار؟ اکنون باز کودک دزدی میکنی؟ بسیار گپ نزن، با تو گفتم گاز را زیر کن. تو ابله چیکار میکنی؟ مرا چی گمان میکنی؟ من کودک دزدی نمیکنم. روید. چیکار میکنی کردنگی؟ من میروم. هی گوش کن مرا. چی؟ دیگر تکرار نمیکنم، گاز را زیر کن وگرنه به سرت تیر خالی میکنم. زود باش. الو و جنابی میدهد بگو که کار را حل کردیم، یگان مشکلی نیست. آفرین به تو. مایلش میرسونم. مراد؟ کوثر خانم؟ کوثر خانم؟ کوثر خانم؟ کوثر خانم چشمانت را کشو. مراد کجاست؟ مراد کجاست؟ کوثر خانم چشمانت را کشو. مراد! فرمانتان اجرا نشد. من آدم نمیکشم. کاری خوب نکردی. حیف می شود. کودکی زیبا بود. نامش چی بود؟ مراد. شما کیستید؟ با فرزندم چیکار دارید؟ حالا چیزی نکردم، لیکن همش از تو وابسته است. با فرزندم ضرر دهید شما را زنده نمیمونم. باز چی؟ بسیار ترسیدم. از تهدیدهای تو یگان ذره ترسی ندارم. همش هوای خالی است. این کار را در حال به اتمام میرسانی، وگرنه تنها رسی فرزندت را میبینی. خوب فکر کن. احمق، رذیل، بناموس، با فرزندم دست نرسان. آرام شو. رفتیم راگرد. آرام باش، ما را عصبی نکن. شد اکنون بس بودگی ساخی. بیزار شدم بیزار. من این خیلی انسانی پس نیستم. بس کن تو هم فقط برادر به تو چه شد؟ بگو آخر. کنی به من گویه بلانه کیا تشریختید؟ شما را چرا کشتن میخواهم؟ از کجا دانم؟ ما دشمنی بسیار داریم. با کار شما من چی دخل دارم؟ با تو چی شد؟ با من بازی نکنه. گر کار ندارم با شما سر کار میگیرم. شما را کی کشتن میخواهم؟ قسم میخورم نمیدونم. نکشم شما را. اگر دانم چرا نگویه؟ ایستا اینجا بیا. اینجا بیا میگویم. آن طرف بچه کنی تو اینجا بیا. بسا آرومش بستادم. اشتو بپرونم. اشتو. اجازت دهد با اتیلا واخورم. خیلی مهم است، خواهش میکنم. ممکن نیست. واخوری کردن نمیتوانید. این مسئله فرزندمون است. تنها 5 دقیقه خواهش میکنم. خانم اینقدر زاری نکنید. با واخوردن کسی اجازت نیست. رهبر اجازت نمیدهد. از بالا فرمان شده است. این مرد آروم نمیایستد. حتی در درون هم دست به جنایت زده است. دخترم برای تو یک خانه با همه تجهیزاتش یافتیم. نباید اگر یکان خدمتگاری یابد بعد شرف تو را برده با اونجا جای میکند.
саломат бошед. бибӣ ӯ фарду меравад. иншаллоҳ. модар хизматгорӣ ёфтед? ҳамшира ё ягон каси дигар? ба якчанд марказ хабар додам. фардо барои мулоқот меравам. او که رود آچه‌ام برمیگردد همین خیلی بیبی جان. آچه‌ام رو بسیار یاد کردم. البته میآید دخترکم، تو غم مخور. شما با بالا رفته تیار شوید. کنی با بالا روید، من حاضر آمده شما را خواب میکنم. روید روید. شب بخیر. شب بخیر. شبتان خوش. падар шартамонро имзо кардед. боз рад накунед. дар нимароҳ намонем. ба нафаре монанд нест ки аз ваъдааш баргардад. даст додем, маблағ ҳам додем. шараф ҳам фардо амонат ва иҷораи 2 моҳаро медиҳад. албатта рад намекунад. аз мо дида иҷорагири хуб меёбад магар? ин қадар пулро аз куҷо меёбем ман намедонам. гӯё ки ин қадар пули зиёд дорем ки ба ин тараф он тараф тақсим мекунем. рӯзамонро ба як азоб гузаронда истодаем. ҷамъ мекунем хонам. бигзор субҳ шавад. ихтиёр ба шумост. ман рафта кӯдакҳоро хоб кунам. модар шумо шинед. ман худам. майлаш. صدا میرود. گرگارد. لیلا چی گپ شده است؟ چرا خاموشی؟ هیچ چیز. در آخر گفته‌ات را کردی. اتیلا کودکم رو دزدیدی. کودکی بیچاره کی میداند در کجاست، در دست کیست؟ غالب این کار را هم کرد. کودک را دزدی کرد. درون به درون سوزم هم از غضب بمیرم هم باید رفتار کنم که گویا چیزی نشده است. چه خیلی به یشر بگویم که من فرزند دارم و تا امروز از تو پنهان کردم پدرش دزدی کرده است. چه خیلی کمک میپرسم. چه گناهگاری احمقم. از خودم نفرت میکنم. حتی با آینه نظر کردن نمیتوانم. من به لیلا لایق نیستم. چه خیلی به او گویم که نفری که میخوای با او آینه دار شوی احمق است. لیلا من میروم. بعد وا میخوریم. مالش. یاسین یاسین پسرم درو کشا. روید از اینجا تا چم نیاید با شما گم نمیزنم. شرف بسیار غمگین شدم. با این حالی تو دلم میسوزد. دلت میسوزد؟ این نیرنگ های تو رو قبول ندارم پینار. بهانه نیست. قسم یاد میکنم. مرا ببخش. همش از پشت من شد. کمی دیگر طاقت کنید. من که روم فریده بر میگردد. همش خوب میشود. به خاطر تو به همه کمبودی ها طاقت میکنم.
یا توبه. این کودک را به کجا بردند؟ معلوم می شود که به دیگر جا بردند. تو در اینجا بوده ای؟ شد گریه نکن، مرا زیغ نکن. رو از اینجا، من نترسم. نترس شیر بچه. کسی به تو ضرر نمیرساند. تا وقتی من اینجا هستم کسی تو رو دست نمیرساند. ببین به تو شکلات آوردم، شیرین است. آب آوردم. کنی شیر بچه، به من بگو که نامت چیست؟ نام مادرت، نام پدرت چیست؟ تو اینجا چیکار داری؟ برای کودک خوراک آوردم. آیا تو با غالب صحبت کردی؟ برای چی کودک را دزدیده است؟ فرزند کی بوده است؟ تو بسیار سوال میدی. دزدیده باشند دزدیدند. با من و با تو چی؟ یه برادر چه خیلی با من چی فرق داره؟ مگر نمیخوای که دانی کدام کاری افلاس را انجام داده ای؟ با من فرق ندارد، فکر هم نمیکنم. با من گفتن چشمت را از کودک دور نکن، چی گوین همان میکنم. تو هم در اطراف کودک بسیار چرخ نزن. خدایا توبه. آخرا مراتبه بالای جای خوابت بود. پایم درد کرد. عجیب شد. لیکن در هوا پرواز کردی. نخند اکنون، درد یافتم. بیا اینجا، حاضر میگذارم. اگه به فکر تو چند می آیند؟ این زن رود حتما می آید. اگر نه آیند چی؟ اون وقت چی کار میکنیم؟ اون وقت ما خودمون روانش میکنیم. گوش کن، نخواسته که ما را بکشی. از تو یک جهان منت دارم. گرفتن و دادن جان در دست خداست. خدا را شکر کن. قرض معنوی بگویم. به تو نام آن نفری را که ما را کشتنی است میگویم. نامش غالب، لیکن در همه جا او را مدحت گنداغدو میگویند. مدحت گنداغدو؟ کی هست این آدم؟ مواد مخدر، پلیسیا، آدم ربایی همه کار را میکنند. یک جنایتکار. پشت و پناهش بسیار با قوت است. با نفران بالا رابطه خوب دارد. یعنی داد و گرفت میکند. کار کن آخر. کار نمیکند. خدایا من چی کار میکنم؟
یک اتاق و یک تالار. خیلی خوب. این زنی اغواگر کجا شده باشد؟ انشالله ما نگفته بر اومده رفته است. خواستی دلم شد، خواستی دلم. اشیاهایش هم اینجا. این نباهتی به عقل مگر جای گرمش رو خنک میکند. با خواست دلی من؟ بله، ما با خواست شما کردیم. فکر میکنم شرطنامه هم بسته اید. نه، فقط وعده کردیم، دست دادیم. برای ما سخن از سند والاتر است. البته راست میگوید. ممکن است پرسم این خانه رو که گرفته است؟ نفر با نام آقای خیردین برای شخصی نزدیکش میگیره. خیردین افیگل مگر؟ بله، او رو میشناسید؟ اویلاشون رو میشناسم. آنها خانه کفته استودند. فکر میکنم که این مقدار پول ندارند. شما از کجا میدانید؟ از پرنده های آسمان هم قرض دارند. قرض های بانکی هم دارند. شرکتشان محو شده است. راست میگویید؟ نمیدانستم. از کجا میدونم؟ خیر میلش، این وظیفه من نیست. گویا که از من نشنیدید. با اجازت شما چی کار کنیم؟ بیچاره های بی پول آرزوی اجاره نشینی کردند. روزتون بخیر. روز شما هم بخیر. کمیسرم، در کجا بودن این سرما ازگو رو یافتیم؟ در کجا بوده است؟ در نزدیکی های شیله. در حال میرم. اتیلا چگونه روا دیدی؟ راستش رو بگو، مراد رو در کجا نگاه می‌داری؟ من نکردم. دروغ نگو. فرزندم رو تو دزدیدی. برای عذاب کشیدنی من فرزندم رو استفاده میبری. گوش کن مرا، درست‌تر به من فهمو. آن کودک فرزندی من هم هست. من اون رو دوست می‌دارم. پس در کجاست؟ من بغیر از تو دشمنی ندارم. دیگر این کار رو کی میکند؟ کی؟ گفته ایستادم که من نکردم. به نام خدا قسم یاد میکنم. پس فرزندم در کجاست؟ کی کرده است؟ چرا کرده است؟ نفر با نام میدحت گنداغدو، نام اصلیش غالب است. فرزندم رو به خاطر اجرا نشدن فرمانش دزدیده است. غالب؟ مگر او رو میشناسی؟ نه، من او رو نمیشناسم. لیلا، مرا گوش کن. چرا چشمانت را از من میگریزانی؟ بگو میشناسی او رو؟ از کجا شناسم؟ برای کارهای افلاسی تو؟ اکنون چیکار میکنم؟ چی میخواهد؟ فرزندم رو چگونه نجات میدهم؟ فرزندمون رو لیلا، فرزندمون رو. او فرزندی من هم هست. اتیلا، با من بگو مراد را چگونه نجات میدهیم؟ یگان چاره اش را مییابم. حتما مییابم. شما گفتید نظارت کنم، پروندهش رو دیدم. در کارخانه‌ای که اون زن کار میکرد مبلغ‌های معاش رو دزدیده است. از یک چند بانک ها هم قرضدار است. سلیم، این خبری بسیار بد، بسیار بد. چرا کمیسرم؟ برای چی این زن رو تعقیب میکنیم؟ افسوس که با اویلا من ربطی دارد، هم مادی و هم معنوی. فریده آمد؟ نه آمد است. نه آمد؟ چخیل می شود؟ با پلیس خبر دادید شرف؟ نه، خبر ندادیم. کی آمد؟ فلاکت نمیگوید که من آمدم. دختری من نیست؟ شما نشسته چای بنوشید، راحت باشید. همین خیلی آقای خیریدین؟ فریده در کجاست؟ چرا تا به حال با پلیس خبر نکردید؟ خانم اول آرام شو، مرحمت شین. خانم تو با جانان خانم یک چای بیار. آقای خیریدین چخیل آرام بشوم، فرزند شما گم شود آرام شده میتوانید؟ جانان خانم، دل زنک نشوی گفته آواز نبرآوردیم، لیکن دختر شما گم نشده است، فرزندهایش را ترک کرده رفته است. پسرم مکتوبی نوشته فریده رو گرفته بیار، با چشمانی خودش بیند. گرفته خانه داخل. چی؟ بیا. فریده ترک کرده است؟ رفت. و کجا؟ این دختر کجا می رود؟ فریده فرزندهایش را ترک کرده باشد بی سبب نبوده. دخترم را بیزار از جان کردید، روزش را سیاه کردید. خواهش میکنم بس کنید.
برای چی از خونه رفت دخترم؟ باز بدوزی متهم کردید. بگوید چیکار کردید؟ سلام شرف. این خودش چی گپ است؟ خودش چی گپ؟ کمی سیر و گشت کردم. از نزد دکان گذاشتم و دلم تیزی خواست. خریدم با شما هم آوردم. انسان در اینجا چیکار میکند؟ نه با میشه که تو فکر میکنی. آقای خیریدین دیگر خیلی فکر کنم. انسان با فرزندی تو چی میشود؟ از شما این را انتظار نبودم آقای خیریدین. چی خیلی این کار را نادیده میگیری؟ این هم در همینجا زندگی میکند؟ اکنون فهمیدم که فریده چرا خانه را ترک کرده است. تنها همینش نمیرسید. من میدانم با شما چیکار بکنم. اگر این را از اینجا دفن نکنید و فریده را برنگردانید، من با همه شما چی بودن گندگی را نشان میدیم. شما را به سود میدیم. نبیره هایم را میگیرم. شما را شرمنده میکنم. کنید در شفا از پیش راهم. دیوانه. وای حق است. گناه در ماست. شرف رفتیم. اول رفته مسئله خونه رو حل کنیم. روید خدا با خبری خوش برگرده. براری کن. جان پسرم نهاری تیار است. جان چایت خنک می شود. ای بست مگر شرم نمی کنی؟ همسایه رو تماشا میکنی. مادر بعد نگوی که نگفت. در آن خانه جنجال است. واقعی عجیب شده است. بانک رو دزدی کردند. من از این خیالهای تو دلگیر شدم. در آن خانه یگان واقعی عجیب نیست. تنها تو چنین فکر میکنی. آخه من نمیدونم با این سفسطه های تو چی کار کنم. با خدا راست میگویم مادر. به نزدیکی میبینی. کنی بیا پیش در و قهوت خنک میشود. خدایا کار کن آخر. من از این کار دست نمیکشم. خدایا با من کمک کن. شد صدا میرود. خدایا با من کمک کن. جان لبای مادر شب و میخوریم. من میروم. مایلش پرتاب ها رو برده خالی کن. باز بوی نگیرد. فهمیدی؟ مایلش الو التماس خاموش نکن. خواهش میکنم به من کمک کن. مرا دزدیدند. شما کی هستید؟ فریده فگیر. چی؟ فریده؟ نمیشنوم. بلندتر کی هستید؟ فریده. در کجا هستید؟ فریده فگیر میگوید مرا دزدیدند. نمیشنوی؟ التجا میکنم به پلیس خبر بده. خواهش میکنم تلفنت رو نکش. الله. چی؟ شما رو دزدیدند؟ کی دزدیده است؟ برای پول دزدیدند. از شما چی میخوان؟ الو شد فهمو. نامتون رو چی گفته؟ الو با مرکز پلیس رفته ایستادم. شما در کجا هستید؟ توبه. تو چی کار کردی؟ مگر کور هستی؟ ببخشید ایستادن نتوانستم. شما خوب هستید؟ چراغای ماشین را شکستی. با من چیزی نشد. کمش 100 لیره ضرر رسونیدی. هیچ غم نداره جناب. سراسیمه هستم. باید که روم. خواهش میکنم. ماشین را تعمیر کردن لازم است. امیدوارم که برطرف میکنی. مایلش.
ماشین سراسیمه هم کرد. رقم تلفنم رو دهم. پس از 1 ساعت وام میخوریم. نه نمیشود. ماشین را من کنید پلیس را جیغ میزنم. گوش کن برادر، بیا پلیس رو یک طرف مونید. وقت زیاد میرود. چقدر که لازم باشد بگویید، پرداخت میکنم. نمیشود. پلیس را جیغ زنید. آیا آخر چیکار کرده شدی؟ انا پلیس را ماما. رفیق پلیس شما رو ممکن؟ بلال زند. این خش فریده کو؟ ایستا با کجا؟ الله تو مرا میشنوی؟ خدایا با من کمک کن. نمیدونم که در کجا قرار دارم. بلال زند. اپا جان تلفن خاموش میگردد. الو صدایتان نمیآید. خواهش میکنم کار بکن. تلفنت رو خاموش نکن. دیگر تو رو یافته نمیتوانم. حتی رقمت رو نمیدونم. تلفنم خاموش میشود. خواهش میکنم یک از من خودی هنده دهید. همش برای فروش است. پولش را ده استفاده بردنگی. پولم را فراموش کردم. خواهش میکنم. زنی را دوزی کردن. من برای نجاتی و کوشش کرده ایستادم. تو خوب هستی؟ تسب نداری؟ چی خیل زن را دزدیدن؟ این رو سفسطه نکن. الو الو ایستا نگورید. ایستا میگویم نگورید. چی شد؟ از من چی میخواهی؟ چرا مرا تعقیب کرده ایستاده ای؟ سرما اوزگور تو دستگیر شدی. دستگیر شدم؟ برای چی؟ من کاری نکردم. گوش کن، به این هم ما خشتبار هستیم. تو هم بیگناه نیستی و تو ذره خشتباری ندارم. راه بر. تلفنم کم دیگر قوت دارد. با مرکزی پلیس کم مونده است. لطفاً مکانتون رو بگویید. یک لحظه خدایا. ایسو کاینکسو نوشته شده است. شیلی به فکرم در شیلی هستم. در یک کلبه در بیشتر است. دیگر هیچ چیز رو نمیبینم. الله تو مرا میشنوی؟ فریده فکر هستم. الو چی گفتید؟ شیلی گفتید؟ فریده گفتید؟ حاضر امانت رو میدهیم. حقی دو ماه رو هم باید می آوردید. همین خیلی مسیحت کردیم. همین خیلی نه؟ از شما بخشش میپرسم و خواهش میکنم باقی ماندهش رو در چند روز جمع کرده میارم. دیروز هم امانت و هم حقی دو ماه را گفته بودیم. اگر این خیلی کردن گیرید پس با شما باور کرده نمیتوانم. باور کنید طول نمیکشد. ارسال محصولاتمان کمی وقت میگیرد. اجاره پولی را بعد 2-3 روز میاریم. نه من فهمیدم. شما ما را بسیار تشویش ندهید. دست کشیدم. خانم را به شما نمیدهم. ببخشید. آخر دیروز شما برادر من دست کشیدم گفتم. مجبور نکنید. رفتم شرف. این کار به رازیگی نمیشه. کمیسرم باید تلفن گوش کنید. یک زن رو دزدی کردن. کمک میپرسد. باور کنید. باز این تو مرا دلگیر کردی. همسایه‌مان بانک رو دزدی کرد. همسایه دیگر آدم کشت و غیره ها. باز زنی رو دزدی کردن. باز چه ها میگویی ها؟ التماس یک مرتبه با او صحبت کنید. در شیلا دیهای ایسو نامش رو فریده گفت. مادامی که به من باور ندارید با او صحبت کنید. رواز نزدی من. کار هم به این هم زیاد است. به من خال نرسان. کمیسرم مرا باور کنید. قوه تلفن تمام شود. اگر دیگر این زن رو نمیابیم. باور کنید مرا. گوش کن. کودک دیروزه مرا مسخره میکنی. قسم میخورم کمیسرم راست گفتم. باور کنید. اومده یک کارمند دولتی رو مسخره میکنی. زود از اینجا رو. وگرنه جزایت رو میدیم. میفهمی؟ من کاری بده نکردم کمیسرم. رو گفتم. پدر این چیر میشود؟ وای مرد دیروز گفت که از شما اجاره نشینی خوبتری نمیابم. امروز باشد نمیگوید. نفهمیدم این چی میخواهد. ما هم گفته های خود رو به جا نآوردیم. این مرد هم از یک طرف حق است. در پیشانه ما با ناموس نوشته نشده است. من دیگر هیچ رو نمیفهمم. دیوانه میشوم.
برای فریده رو برگرداندن پینا رو باید از خانه پیش کنیم. دیگر راهی برگشت نیست. چاره نداریم پدر. تنها بر اجل چاره نیست. دیگر به همه کار چاره یافته می شود. یگان کار میکنیم. کمیسر ما رو باور نکرد. خانه آمده ایستادم. تلفنم را در برق میمونم. شما تلفن رو خاموش نکنید. میل است. خوش آمدی آقای خیریدی. بخیر است؟ چهره‌تان نه آنقدر خوب است یا اینکه کاری خانه نشد؟ صاحب خانه از اجاره دادن خانه‌اش دست کشید. من میدونستم آقای خیریدین با بومی ما با جای باران سنگ میبرن. آقای خیریدین یک قهوه تیار کنم. گذارید. چرا نفر دست کشید؟ از این خیل شدنش باور نداشتم. امروز نشد، فردا بشود. برای تو در این خانه جای نیست، فهمیدی؟ به این هم میخوام که من از این خانه بیروم. الو مادر، شما در کجا هستید؟ مرا خواطر کردید. در امنیت؟ شد من حاضر می آیم. چی شده است؟ در کجا بوده است مادرت؟ مادرم رو پلیسا دستگیر کردند. باز پرسیش میکنند. رفتنم لازم. من هم می آیم. من هم با شما می روم. باز با کجای خیل سراسیمه شده ره سپار شدید شما؟ با مرکزی پلیس می رویم. خواطر ما باش. مادر پینار رو می بینیم و می آیم. مادر پینار؟ خدا را شکر این زن هم دستگیر شد. دخترش رو از بالای سری ما می برد نفت می شد. مشهد رو نگاه کن دیوانه. خدایا با من کمک بکن تلفن خاموش نشود. خواهش میکنم. مادر خودش چی کپ است؟ باز چیکار کردید؟ چرا شما رو با اینجا آوردند؟ حاضر وقتی این گپ ها نه. مرا گوش کن. فریده رو من دزدیدم. چه؟ دزدیدید؟ کجا بردید او را؟ با جایی بردم که عقل کسی نمیگیرد. مکان رو ندانستنت خوبتر است. مادر شما دیوانه شده. چرا این کارو کردید؟ مگر از فریده خلاص شدن رو نمیخواستی؟ راهی بهترش همین است. به این هم پس از چند روز اون میمیرد. مادر هرگز این کارو نکنید. خاموش. این کار راهی برگشت ندارد. این رو دانسته باش. جناب در اینجا یگان کار تصادفی نیست. سرمازگور در روی خط امنیت است. به این هم امیر کمیسر دستگیر کرده است. امیر؟ بله. کار برآمد. دیرتر می آید. پروندهش وزنین است. گناهش در چیست؟ با تمام جنایت دست دارد. ساختکاری، فریبگری، دزدی. آخرین دزدیش در کارخانه بود است که آنجا کار میکند. چی؟ خلاص با مدت دراز در اینجا مهمانی ما می شود. فهمیدم آقای کمیسر. تشکر. سلامت باشید. تو چیکار کردی؟ تو رو از اینجا آزاد نمیکنن. با سود میبرن. با این جنایت های صادر کرده آزاد شدن امر محال است. نمیشود. شرف من به مادرم چگونه فرزندم رو تولد کنم؟ التماس کار بکن. مادرم رو اینجا ماندن نمیتوانم. گریه نکن دخترم. آرام شو. مادر کارو باز هم دشوارتر نکردم. رو. من تا امروز در زندگی تنها بودم. تنها مبارزه میبرم. خواطر نشه. دخترم رو با شما امانت میگذارم. التجا میکنم او رو به صاحب نگذارید. الو تلفنت رو با قوه برق گذاشتی؟ بله اپا جان گذاشتم. خدا رو شکر. اکنون چیکار کنم؟ کمیسر ما رو باور نکرد. پیش کرد. میشنوید اپا جان؟ شد. به شفرم زنگ بزن. رقم تلفنش 0595 74 2104. این تلفنت رو خاموش نکن. خواهش میکنم. میلش خاموش نمیکنم. بردار گوشی رو. الو
الو آقای شرف رو میپرسم. همسر شرف فریده خانم رو دزدیدن. شما کی هستید؟ رفیق شرف در خانه نیستن مگر؟ نادرست رقم گرفتید. زن برداشت رقم رو نادرست گفت و تلفن رو خاموش کرد. رقم نادرست گفت. چی خیر؟ این خیر که باشد به خونه زنگ بزن. 91 52 514. کسی که برداره بگو که از نام فریده زنگ میزنم. در خانه کسی نیست مگر؟ تلفن زنگ میزند. تویست من میبینم. چی شده است؟ نمیدونم خاموش کردند. کسی جواب نمیدهد. بیهوده وقت را صرف کرده ایستاده‌ایم. کارو خودم میکنم. خواطر نباشید. کمیسر مرا باور نکرد. هیچ نباشد شما مرا باور کنید. از دیگران امیدوار نباشید. من خودم شما را نجات میدهم. محله بزرگگذر رقم 2 قشلاق سفولار شیلا. الو من الکی براه برآمدم. شما رو حتما نیابم. خواطر نباشید. مادرش کاری نیست که نکرده باشد. ساختکاری، فریبگری، دزدی، خیانتگری. مادرش رو بین و دخترش رو گیر. باز به بالای این همه دخترش را به ما امانت داد. خیلی خوب. شرف بس است. چونان سخن میکنی که گویا من نیستم. من رو فکر نمیکنی. فرزندت رو فکر کن. من دیگر قوتی درباره کسی فکر کردن رو ندارم. بیزار شدم. قریب است که دیوانه شوم. حیاتم را برباد دادی. عائله‌ام را پراکنده کردی. باز شرم نکرده گپ میزنی به حیا. این دختر از بلا هم نمیترسه. بس است. من کی از این بلا خلاص میشده باشم؟ ای خدایا. تو نظارت کرده شین. ببین من چیکار میکنم اکنون. یک خانه رو میکوبم. شما برای این آب را رساندن کمک میکنید. کجا بوده است؟ مکان پر از درخت. تو چی ها گفته ایستاده ای؟ من از کجا میدانم؟ زمستان به 200 و تابستان به 750 خانه خدمت میکنیم. اکثر خانه ها هم در نزد درختان میباشند. در آنجا کسی زندگی نمیکرده است. تنها یک خانه بوده است و خلاص. من هم به اینجا نیامدم. فروشنده های پیشینه رو نمیشناسم. الو اپا جون، شما ما رو میشنوید؟ من شما رو میابم. حتما میابم اپا جون. تلفن خاموش شد. همش برباد رفت. اکنون من چی کار میکنم؟
دخترم من در اینجایم همینجا بابا کمک کن خواهش میکنم این خیلی افته نمیتوانم آخیر دیر هم شد مادرم مرا جمع بکنم